گروه طواشی و مدیحه سرایی مهراب اینجا هستند. دوستان بسیار خوب و عزیزم کاری رو در خصوص حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آماده کردند که تقدیم حضور شما خوبان عزیزان میکنم. بعد انشالله برمیگردیم و بقیه صحبتم در خدمت حاج محسن آقای رفیق دوست. بفرمایید، خواهش میکنم. امام آن که دلش یونجزار خرها بود، تمام زندگیش گند زدن به دنیا بود. نگاه دیوی او قاب عکسی از خفاش، که جنس له شده ی نعشش مقوا بود. سرش تا پاله گاوان و رو تنش ترشید، لبش پر از زر فتوا و بمب و دعوا بود. چو رد روغن او از ته کفن پیدا، نشون رفتن و پایان عمر عظما بود. دوباره آمد و چنگیز را تجسم کرد، امام دیکتاتورای تمام دنیا بود. دوباره آمد و چنگیز را تجسم کرد، امام دیکتاتورای تمام دنیا بود. عبای جرجریش بوی جانور میداد، کسی به قاتلی او نبود آیا بود؟ ز سر کشیدن زهرا او نشد سیراب، امام که رد سم امام در تمام دنیا بود. شبی نظام ولش روی گور اولق شد، جدود سید علیش پشت کوه پیدا بود. شبی نظام ولش روی گور اولق شد، جدود سید علیش پشت کوه پیدا بود. اگه اهل